بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ما به این نکته اشاره کردیم که در مباحث مهدویت یک آسیب‌هایی وجود داره که از جمله این آسیب‌ها جریان مدعیان دروغین و جریان‌های انحرافی هستش که میان ادعای پیرامون مهدویت میکنن. جلسه انشالله خدا توفیق بده ما بحث گونه شناسی مدعیان دروغین رو مطرح میکنیم. اما ما مرادمون در این سده اخیر و به نوعی کمی هم از 100 سال نزدیکتر به خودمون در این چند دهه رو داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. در این چند دهه اگر بخوایم یک تقسیم بندی بکنیم، ما امروز با 4 جریان ادعایی روبرو هستیم. یک، کسانی که ادعای مستقیم امامت و مهدویت دارن. مستقیما میگن ما همون مهدی موعودیم. شاید بد نباشه بعضی از این مصادیق عینی رو ببینیم. مثلا به عنوان نمونه این آقا رو ببینید. این اسمش آقا غلامرضا بود. بعد از دوران بازنشستگیش اومد ادعا کرد من هم خدام هم مهدیم. بعضی از بچه‌های دانشجوی ما از شهرهای دیگه می اومدن و به سمت این آقا نماز می‌خوندن و سجده می‌کردن. حتی بعضی خانم‌های اونجا عضو این گروه شده بودن که بسیار در ظاهر متشرع و متدین، به وسیله علوم غریبه یا چیزی یک پیشبینی‌هایی را برای بعضی از زندگی‌ها انجام داده بود، باعث شد که اطمینان بهش ایجاد بشه. بعد می اومدن به سمتش نماز می‌خوندن، میگفت من خدا هستم. پس ما گونه اول رو عرض کردیم که مدعی مستقیم امامت و مهدویت. یک نمونهش رو هم با هم دیگه دیدیم. افراد دیگری رو هم داشتیم. علیرضا پیغانو که ادعا داشتن من امام 14ام و این آقا ادعا داشت امام مهدی فوت کرده قبرش تو جمکرانه. امام 13ام یا آقا یه جای دیگه معرفی میکرد، بعد میگفت که من امام 14ام هستم و قرار من دنیا رو نجات بدم و حرفای عجیب غریبی رو هم مطرح میکرد. سوادی هم نداشت، سوال دینی میپرسیدی نمیتونست جواب بده. بعد میگفتیم آقا شما امامی؟ بله. این آیه قرآن رو بخون، نمیتونست بخونه. بعد میگفت بابا اینا رو ول کنید، شما از ملکوت از من بپرسید. این افراد رو ما داریم. یه گونه دومی که باهاشون روبرو هست کسانی که ادعای نیابت خاص، سفیر بودن از طرف امام زمان و واسطه فیض بودن دارن. من یک نمونهش رو عرض بکنم خدمتون. یه آقایی است، این آقا میاد و ادعا میکنه که امروز دیگر جامعه فقاهت هیچ کارایی و کارآمدی نداره و فقط 2 نفر واسطه فیض امام زمانند. یکی حضرت خضر، یکی من علی یا هستم. درسته. و ادعا میکنه که جلساتی رو هم که مثلا دارن و بحثایی رو که دارن، ایشون دانشجوی اخراجی رشته علوم پزشکی بود از دانشگاه شهید بهشتی تهران و ادعای خودشو مطرح کرد. گفت که بعد میگه خب حضرت خضر که دم دستتون نیست، فقط باید به کی مراجعه کنید؟ به من علی یا باید مراجعه بکنید. بله. و من واسطه فیضم. بعد شروع میکنه یک حرفای عجیب و غریبی داره. من هر شب جمعه در آسمان با حضرت زهرا میرم. من بودم فتلقی آدم من ربه، حضرت آدم کلمات بهش القا شد که بنابر نص روایات مراد از کلمات وجود 5 آل عبا هستش و 5 تن هستش. آره، میگه من بودم که به حضرت آدم القای کلام کردم. من بودم که در آسمان دیدم حضرت ابراهیم وقتی که طبق آیه قرآن به حضرت ابراهیم ملکوت را نشان دادند. من بودم چنین، من بودم چنان. درست. و یک ادعای عجیب غریبی رو مطرح میکنه و متاسفانه افرادی رو هم دور خودش جمع کرده و جذب کرده. خب دسته سوم از جریان‌های مدعی بحث کسانی است که ادعای زمین سازی ظهور دارند. حالا در قالبی که ذکر شده، بعضی میگن آقا ما یمانی موعودیم، بعضی میگن ما شعیب ابن صالحیم، بعضی میگن ما خراسانی زمین ساز ظهوریم، بعضی میگن ما مثلا حسنی هستیم، بعضیا غیره. به تعبیر استاد ما جناب آیت الله طبسی شیخ نجم الدین میگه نمیدونم چرا هیچ کس نمیاد بگه من سفیانی ام یکی نمیاد بگه من دجالم، ولی همه سعی میکنن خودشون رو به یک گونه زمین سازی برای امام زمان در قالب‌هایی بخوان معرفی بکنن که امروز هم ما متاسفانه افراد متعددی رو داریم در همین زمینه ها. دیگه هر کسی میاد یک ادعایی میکنه و خودش رو به عنوان یکی از زمین سازان معرفی میکنه. آقایی بود ایشون به نام سید ابراهیمی بود. ایشون ادعا میکرد که من حسنی هستم. اصالتا هم اتفاقا از اهل حجاز بود
و اومده بود در قم، اینجا خودش رو معرفی میکرد، یه خالی روی شونه‌اش داشت، میگه این خاله مثلا همون نبوت و امامت هایی که در روایت ها وارد شده مهدی خالی داره اون. بله، یا مثلا حسنی نمیدونم دندانهاش فاصله داره. بعد می اومدن حتی قالب می آوردن ها، بعضی از این قالب می آوردن میذاشتن داخل دهنش، بعد این قالبو در می آوردن میگه آره این آقا. بعد که مشخص شد که کلاهبرداری کرد و اموال بعضیا رو به اسم خمس و زکات و غیره بالا کشید. شاید به جا باشه یک آقایی رو هم نام ببریم به نام آقای امروز اومده خودشو معرفی کرده به نام منصور هاشمی خراسانی، مثلا با این عنوان مستعار استفاده کرده. تصویر قطعی ایشون اینه. این آقا دانشجوی رشته علوم قرآن بود در مقطع دکتری، درست، در یکی از دانشگاه‌های معروف ما در خراسان رضوی. خب و اومد ادعا کرد من خراسانیم، من زمین ساز ظهورم. یه حرکتی رو هم انجام داد، یک کار مسلحانه رو آغاز کرد و گفت آقا مراجع مانع ظهورن، باید اینها کشته بشن. حتی برای خودش وزارتخونه تشکیل داد، یه پادگان مثلا نظامی بزنه، یه نفر رو وزیر ارتباطات بکنه، یکی رو وزیر دفاع بکنه، درست، و اسلحه جمع بکنن. خب دستگیر شد. بعد از یک قضیه‌ای که مثلا با وثیقه آزاد میشه، از ایران در رفت به سمت افغانستان. در افغانستان امریکایی‌ها روش کار کردن، فهمیدن، دستگیر شد. چرا اومدی، چه جور شده؟ پیگیر شدن، دیدن قابلیت ادعا داره. امریکایی‌ها روش کار کردن. امروز اسم اصلیش علی بابایی آریا بود، علی بابایی آریا، و امروز در قالب اسم مستعار منصور هاشمی خراسانی کتاب می‌نویسه و اون جالبه تو کتاباش میگه آقا من نه شیعه هم نه سنی هم، یه مذهب جدیدی آوردم و من هستم که فقط شما رو میتونم به مهدی موعود برسونم. و دسته چهارم کسانی که صرفاً ادعای ارتباط با حضرت رو دارن. حالا نمیاد مستقیما بگه که من خود امام مهدی هستم یا مثلا من نائب خاص امام زمان هستم. بعضا در فضای صرفاً ارتباط با حضرت ورود پیدا میکنن. مثلا شما جریانی مثل احمد اسماعیل بصری که مریدانش بهش میگن احمد الحسن، در عراق میاد، اصلا از خاندان سادات نیستن، ادعا میکنه که نه من نوه امام زمانم و با امام زمان ارتباط دارم و آرام آرام کار رو به جای میرسونه که هر 4 ادعا رو برای خودش مد نظر میگیره. هم قائل میشه که من امام 13ام، هم قائل میشه که من نائب خاص امام زمانم، هم قائل میشه که مثلا من یمانی موعودم، و هم قائل میشه که مرتب با حضرت ارتباط دارم، چه در قالب نسبی که به دروغ خودش رو منتسب به حضرت مهدی میدونه و چه در قالب ارتباطایی که در مکاشفه و ملاقات و خواب اتفاق بیفته. خب این ارتباط خودش چند زاویه داره. یک، بعضی هستن ارتباط همسری و فرزندی برای امام دارن. ما مثلا یک نمونه ای رو داشتیم، یه خانمی بود و ادعای چنین مطلبی رو داشت و ادعا میکرد، اسم این فرد حالا اسم اصلیش فریده بود، یکی از فایلای ایشون اینه، ادعا میکنه امام از علیه السلام فرموده که توی فریده ظهور منو 40 سال نزدیک کردی، یا اصلا اگر من 3 نفر از یارانم 3 تا یار داشتم مثل تو تا حالا ظهور میکردم. بکنید بر چه مبنایی؟ بر مبنای خواب، که انشالله در جلسات بعدی یه گفتگویی در مورد خوابگرایی و استفاده جریان‌های ادعایی از خواب رو خدمتتون حتما عرض خواهم کرد. آقا امام زمان گفتن که فریده 40 سال ظهور منو جلو انداخته. بله، چه اشکالی داره که توی خوابی چنین چیزی شنیده بشه؟ چه اشکالی داره که من و شما یه کاری بکنیم که ظهور ایشون سرعت بخشیده بشه بهش؟ اشکالی داره؟ خب این خانم اومد این کارا رو انجام داد، اطرافیانش هم خواب میدیدن. حالا میگم حتما بینندگان عزیزم توجه بکنن که این یه شیوه است در جریان‌های انحرافی و ما انشالله توضیح خواهیم داد اصلا این بحث خواب و خوابگرایی و اجمالاً این که اصلا خواب در مسائل عقیدتی مطلقاً حجت نیست و قابلیت اعتنا نداره. یا مثلا ما فردی رو در این زمینه ادعای ارتباط داریم، آقای سید حسین کاظمینی در تهران یک التهابی رو به وجود آورده بود. ایشون ببینید دروس حوزوی رو کامل نخونده بود، 1 سال 2 سال خونده بود، بعد دید خودش اعتراف میکنه، گفت دیدم کشش ندارم، نمیتونم.
میگه رب الارباب خداست، رب زمین منم. این آقا بهش میگن قرآن رو درست بخون، نمیتونه بخونه.